امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رامشونیم پری هستم و در این ویدیو میخوایم یه گیتار درست کنیم. دوستان ما به این نیاز داریم، به پرچم و این سیاهه بلاک دو این، و اگه خواستیم به دل بخوای ردستون و این لامه با مکعب برای مثلا گذاشتن کنار این، و شما اگه خواستین یه کله بذارین، من حالا یه فرق نمیکنه چیزی بذاریم، من اینو میذارم. مثلا اینو انتخاب میکنیم و میذاریم. ببینید اول ما میایم یه دوتا مکعب میذاریم، بعدش میایم اینو میذاریم و بالاش همون میذاریم. خب حالا میایم اینو انتخاب میکنیم لام و رو لامه میزنیم. پرچم سفید باشه، سفید رو میاریم و سمت راستمون که یه پرچم هستش اون میزنیم رو اون سیاه رو انتخاب میکنیم، میذاریم اون وسطیه و یکی از این شکلا که این بدنه رو انتخاب. حالا میتونه این باشه، مثلا فکر کنید من اینو انتخاب کردم یا اینو انتخاب میکنیم. این از این. بعد میایم اینو میاریم اینجا، هم این میشه. بعد این یکی مونده با آخریه رو انتخاب میکنیم، میشه اینم انتخاب میکنیم. خب حالا دوباره اینو میاریم، این خطیه رو انتخاب میکنیم، اینم میذاریم و کجا میایم پرچمی که انتخاب کردیم روی این اولیه میذاریم و این از این. حالا ردستون رو انتخاب میکنیم، یه دونه میذاریم برای این نه لام نه اون یکی یه برو این انتخاب میکنیم، یه ردستون اونو به این وصل میکنیم که مثلا وقتی روی زدیم اینا که من یه نمونه‌ش هم درست کردم. دوستان امیدوارم که از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. در ویدیو بعدی هم یه چی مختلف دیگه هم درست میکنیم که 1328 تا TNT هستش که رمزش رو براتون میذارم، خودم درست میکنم. امیدوارم که از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب نره. خدا نگهدار.